سلام، با آموزش فید ریش در خدمتتون هستیم. قسمت صفرمون رو مشخص میکنیم. قسمت قرار شیور بخوره. میارم با خزن چیزی نمونه. خب از شماره 1 استفاده میکنم، 3 میلیمتر به صورت افقی میام پایین. حالا دستی رو میارم وسط، همون گارد ماشین رو. حالا گارد رو میارم آخر، گارد رو کامل میارم بالا. از شماره 4.5 میل استفاده میکنم، گارد بالاست. چشمامو نیمه باز نگه میدارم، لکه ها رو ببینم. با گارد ماشینم بازی میکنم، بالا پایین. از شماره 1.5 میل استفاده میکنم، گارد کاملا پایین، گارد وسط، گارد بالا. گارد ماشین رو کاملا میدم پایین، وسط، بالا. خط شیورمو از بین میبرم. خب الان گارد میاد وسط، گارد میاد آخر. از شماره 3 میل استفاده میکنم. قراره که چونه و سیبیل بیشتر به چشم بیاد، پس اطرافشون رو خالی میکنیم. چشمامو نیمه باز نگه میدارم، گارد رو میارم وسط، لکه‌هامو میذارم. مهمترین قسمتش همینه، یا رنگ گلاب به فید ریش میدید. از شماره 1.5 استفاده میکنم، 1.5 میل. لکه‌هامو از بین میبرم. خب الان وقتشه که خطوط ریش رو مشخص کنم. قسمت زاویه فک رو صاف میام پایین. همیشه چند بار ماشین بکشید تمیز تمام موقع زده بشه. سر صاف و مستقیم بالا. از وسط شروع میکنم واسه انداختن خط. نصف ماشین تو خط قبلی، نصف ماشین تو خط قبلی میام جلو. شونه میندازم، اضافی های ریشو کاملا میگیرم. خب سیبیل رو شونه میکنم. در آخرم خطوط رو با تیغ مشخص میکنیم تا نمای بهتری به کارمون بده. خب میرم سراغ لکه‌گیری با قیچی. مستقیم 45 درجه میاد پایین. چشمامو نیمه باز نگه میدارم. ببین میره تو موز، زده میشه میاد بیرون، میره تو موز، زده میشه میاد بیرون. خب میریم سراغ فید شقیقه. شونه 1.5 میل و گارد ماشین رو میکشم پایین. جواب بدیم. خب قرار تیپری بسازیم، تیپری نیم دایره.
با صفر ماشینم خط شیوه رو از بین میبرم. گارد ماشین تو 25 باشه. گارد ماشینم رو میبرم تا آخر. اون شکلی که شما دارید میزنید خیلی مهمه. شونه 1.5 میل و گارد تا آخر پرتاب. حرکت دستم رو نگاه کنید. دارم با مچ کار میکنم نه با شونه. مچمو میشکنم. حالا میام وسط. گارد وسط باشه. مچو میشکنم. یه دقیقه بزن استاپ.